نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دوستان عزیز گرامی، خسته نباشین. در این قسمت به نسبت وضاحت امر دستاندرکاران پیج تقدیر یک بعد از شروع این حضرات با شعار وهابی شناسی و تهمت زدن نسبت به ما پناه بر خدا به عنوان مبلغ وهابیت و عقاید افراطی و رونده راه شیطان، خواستم در این قسمت عرایض را خدمت شما عرض بکنم. بعد از شروع جوابی های ما به نسبت پیج تقدیر یک، پریشانی های زیادی در دستاندرکاران سنگین مغز پیج تقدیر یک متاسفانه دیده شد. از جمله جناب مولا عمر توماچ، ایشان مدعی شدن که بله بنده این پیج را در عید فطر به دیگران واگذار کردم و این پیج مال بنده نیست که شما اسم بنده را در پیج گرفتین. همینطور که استاد ایشون آخوند نگنهان نیز به نسبت این مسئله به بنده زنگی زده بودن. ولی عجیب واگذاریه که تا همین اواخر، از همون روز اولی که ما با این پیج آشنا شدیم تا همین اواخر، زینت دهنده پروفایل پیج تقدیر یک عکس همین مولا عمر توماچ بوده. چطور کسی میتونه قبول بکنه که شخصی چندین ماه پیش آمده باشه پیج به دیگری واگذار کرده باشه و هنوز تا چندین ماه بعد زینت دهنده پروفایل این پیج شخص دیگری باشه؟ این موردی بود که ما را به نسبت صداقت گفتار این بزرگوار نسبت به مسئله کاملا به شک انداخت. مورد دوم که بعد از این ادعای جناب مولا عمر توماچ به نسبت واگذاری این پیج به دیگری ما را کاملا به شک انداخت، این بود که در مابین پست ها ما به پستی برخوردیم که بله جناب مولا عمر توماچ آمده عید و قربان را برای دیگران تبلیغ گفته در پیج خودش، یعنی در همین پیج تقدیر یک، و ما یقین کردیم که بله این پیج مال کسی جز همین مولا عمر توماچ دیگری نمی باشد. بعد از این مورد سومی پیش آمد که بله چت کردن این مولا عمر توماچ با یکی از دوستان ما که آمده بود با ایشون چت کرده بودن و خودشون را به عنوان عمر معرفی کرده بودن و اونجا شعری هم خواندن که بله عمر کرد اسلام را آشکار و بله که من عمر هستم و شما در آینده خواهید دید که ما به نسبت شناخت وهابیت چه کارهایی خواهیم کرد تا که سرانجام این قول و قرار و وعده و وعید و تهدیدها به 10 پست در یک روز انجامید که 10 پست را همگی را با هم در یک روز به نسبت وهابیت شناسی در پیج خودشون قرار دادن. و عجیب تر از این که ما با خیلی از دوستانی که همین شخص مولا عمر توماچ را میشناختم، مثلا بنده که تا به حال ایشون را ندیدم، ولی بعداً با همون عزیزانی که ایشون را میشناختن همون کلیپی که به نسبت بنده و اهانت به بنده از خودشون تقریبا چیز در حدود 3 دقیقه اندی درست کرده بودن، این عزیزان برای ما شاهد شدن که بله این پیج مال مولا عمر که به جای خودش همین گوینده این سخنرانی در مورد شما هم همین مولا عمر توماچ است. همینطور که بنده در این مورد هم از آخوند نگنهات هم تقاضا کرده بودم که جناب استاد بزرگوار واقعا پیج مال ایشون نیست، شما بنده مولا عمر را دعوت بکنین، ایشون در حضور بنده قسمی هم یاد بکنن، بنده حرف خودم را پس خواهم گرفت و اسمی از شما و استاد جلال قاری و از مجلس حنفی گنبد و یا همین شخص عمر توماچ بنده نخواهم گرفت. ولی متاسفانه نتوانستن نسبت به این تقاضای ساده بنده ترتیب اثر بدن. این تیکه کلیپ را با هم دیگه ببینیم. شناخت شبکه‌های وهابی، وصال حق، وصال فارسی، شبکه جهانی کلمه. شناخت پیج‌های این اینستاگرام که در ترکمن صحرا عقاید وهابیت را ترویج می‌کنند. توحیدی خط تیره ترکمن، حافظ یلمه، پیج حق طلب. این پیج های اینستاگرامی جز راه شیطان چیزی را دنبال نمی کنند.
بله، تهمت های سنگین این عزیزان سنگین مغز پیج تقدیر یک را با هم دیدیم و شنیدیم. اما برسیم به اصل موضوع. بعد از ادعای واگذاری پیج تقدیر یک توسط جناب مولا عمر، شخص دیگری روی کار آمدن به نام اسلام مخمی، شخصی که ما با تحقیق برای مشخص شد که این بزرگوار قسمت لایو یا پخش زنده پیج تقدیر یک را به نسبت تفسیر استاد محترم جلال قاری خود همین بزرگوار در اختیار دارن و مدرسه حنفی گنبد به این شاگرد خاص خودشون این وظیفه را محول کرده بودن که بله شما میتونین در این مدرسه تا این حد چکار بکنین، فعالیت بکنین. چنین فعالیتی را به کسی دادن و از اون طرف ادعا کردن که بله با این اشخاص تماس غیر حضوری داریم، چیزی هستش که عقل سلیم این را هرگز قبول نمیکنه. بله، ایشون هم متاسفانه بعد از روی کار آمدن پریشانی های زیادی برای این بزرگوار پیش آمد. از جمله با مدیر پیج حق طلب این بزرگوار چت کرده بودن و نهایتاً به پخش شدن عکس نوامیس این بزرگوار انجامید و عرضم حضور شما که باعث سرفکنی این بزرگوار شد. شخصی بیاد با ادعای تبلیغ دین و شناخت وهابیت برای دیگران چنین مشکلاتی را در زندگی خصوصی خودش داشته باشه، این خودش واقعا باعث شرمندگی برای مبلغین اسلام است. اما چه چیزی مانع این شد؟ این کار کی بود؟ این کار خداست که انسان را رسوا میکنه. چنانکه در حدیثی آمده که نبی خدا فرمودند که بندگان خدا را شما اذیت آزار نرسانید، اونا را خجالت زده نکنید، در پی عیبهای مردم نباشید. این گفتهای نبی خداست. هر کسی که به دنبال عیوب برادر مسلمانش باشه، الله متعال در پی عیوب این شخص خواهد بود و او را تحدی رسوا خواهد نمود که خانواده‌اش هم وی را به نگاه بد خواهند نگریست. بله، علت معنوی این همه پریشانی ها و این رسوایی ها در فضای مجازی و حقیقی چیزی غیر از دست یازیدن به آبروی شخص مسلمان دیگری همچون بنده و امثال بنده نخواهد بود. چرا؟ لذا در این موارد باید از خدا ترسید. و بعد از این در آخرین کامنتی که پیج تقدیری گذاشتن، یعنی واقعا انسان تعجب میکنه، در نهایت سستی در قسمت پایین پست خودشون نوشته بودن فعالیت گروه های تکفیری در ترکمن صحرا و در پایین کامنت با تهمت ببنده که بله به بنده به علمای ترکمن صحرا پناه بر خدا تهمت شرک و بت پرستی این مطالب زدم که همه اینها چیزی جز تهمت نیست. نهایتا از تمام مردم ترکمن صحرا ترک زبان برادر خواهر عاجزانه، دقت بکنید، عاجزانه تقاضا کرده بودن که با گزارش دادن پیج بنده در حفظ عقاید راستین خودشون قدمی بردارن. واقعا جناب برادر گرامی مولا عمر توماچ و شما برادر گرامی اسلام مخمی و دستن در کاران مستقیم پیج تقدیر یک و مدرسه حنفی گنبد و دیگرانی که با شما هم عقیده هستند، شما که مدعی هستین. قصد و نیت این پیج ها راه علمای بخارای شریف و خیوه که در جنگ گوکتپه 15 میلیون شهید دادند را خراب و آنان را بدنام کنند. بله، این ادعای شماست. شما که مدعی هستین که ترکمنهای گذشته ما در قوم ترکمن در بخارا و خیوه برای حفظ ایمان و عقیده و دفاع از ایمان و عقیده و نوامیس خودشون تا این حد 15 میلیون اگر شهید داده باشن، پس غیرت و شهامت و جرأت شما کجا رفته؟ شما هم مدعی هستین، پس چرا نمیتوانیم به میدان بیایین؟ چرا نمیتوانیم برای مناظره حضوری در مقابل دوربین در مکانی آرام با پنکه و کولر هر چیزی که لازمه رفاه انسانی شما تشریف بیارین؟ اگر اونها خون دادن، امروز شما چرا نمیتوانین برای دفاع از حقی که واقعا حق میدانین در جلوی شخص مخالفی که اون را پناه بر خدا با القاب بسیار بدی در جامعه معرفی میکنین، چرا نمیتونین حضوری بنشینین؟ آیا واقعا این شهامت شما، غیرت شما و جرأت شما کوچکترین همسویی با این اشخاصی که شما خود را پیرو و راهرو و متبع صد دست آنها میدانین دارن؟ واقعا این جای تأمل هست. الله امسال به همه توفیق بده که انسان چیزی را مطرح نکنه و اگر مطرح کرده تا آخرم وایسته. از حسن بصری رحمت الله علیه مطلبی را خواندم، از حسن بصری رحمت الله علیه مطلبی را خواندم که این بزرگوار از جای داشتن میگذشتن، دیدن شخصی را بدار زدن، شخصی بود دزد بوده، او را بدار زده بودن، رفتن دو پای او را بوسیدن.
از او پرسیدن که جناب شما چرا پای دزدی را بوسیدین؟ فرمودن که بله در راهی که در پیش گرفته بود جان خود را از دست داد. شما هم راهی را در پیش گرفتین که برای این راهی که در پیش گرفتین از نشست رو در رو در جلوی دوربین میترسین و میهراسین و چنین ادعا دارین که بله ما پیروان حقیقی راه بخارا هستیم. این واقعا جای تأمل داره. الله انتبه همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.